چی می‌کنی داشی؟ یه لحظه میخوام برم بیمارستان. بیا برم تو بیمارستان. خانم جونم چطور شده؟ ماشینتون داره میره. اما فدای سرت خواهرش. وقتی عقل نداری ولی شعور داری. شما قانون رو رعایت. شما دهنتو ببند. حالا برو. دوست دختر داری؟ نه. دوست داری دوست دختر داشته باشی؟ بله. خب اگه میخوای یه نگاه به دوربینمون بنداز، یه چشمک بزن، شاید بختت باز شه. نمیتونم بذارم کنار. میگم مگه این دانشمندان نمیگن بین این میلیون ها اسپرم، اون اسپرمی که از همه زرنگتر و تیزتر و باهوشتر و زبلتره میاد تبدیل به بچه میشه؟ خب پس چرا اینقدر ما کنگوشادی؟